داستان ژوناس یا هنرمند مشغول کار از مجموعه داستان‌های کوتاه آلبر کامو. گویش عیسی. پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. مرا به دریا درافکنید، از آن رو که می‌دانم من دلیل گرفتاری شما به این طوفان عظیم هستم. یونس. ژیلبر ژوناس، هنرمند نقاش، به بخت بلندش باور داشت. فقط به این بخت باور داشت، هرچند برای باورهای دیگران احترامی قائل بود و حتی به نوعی آنها را می‌ستود. با این حال باور او عاری از فضیلت نبود، چرا که جسته و گریخته پذیرفته بود که بدون آنکه سزاوارش باشد به بسیاری چیزها دست می‌یابد. از همین رو بود که وقتی حوالی 35 سالگی حدود 10 منتقد بر سر کشف استعداد او با یکدیگر به بحث و جدل می‌پرداختند ابداً متعجب نشد. اما آرامش او که عده‌ای آن را به غرور تعبیر می‌کردند، درست برعکس بسیار خوب با تواضع استوار توجیه می‌شد. ژوناس بیشتر بخت بلندش را ارج می‌نهاد تا شایستگی و لیاقت خود را. وقتی یک تاجر تابلو به او پیشنهاد حقوقی ماهیانه داد تا خاطرش را از هر دغدغه‌ای آسوده کند، کمی بیشتر متعجب شد. زتوی معمار که از زمان دبیرستان دوستدار ژوناس و بخت بلند او بود، بیهوده کوشید تا او را متقاعد کند که این حقوق ماهانه زندگی چندان مقبولی برایش فراهم نمی کند و تاجر در این معامله چیزی از دست نمی دهد. ژوناس می گفت به هر حال. زتو که با زحمت فراوان در کارهای خود موفق می شد، دوستش را سرزنش می کرد. آن؟ یعنی چه به هر حال؟ باید بحث کنی. فایده‌ای نداشت. ژوناس در دل خیش سپاسگزار بخت بلندش بود. به تاجر گفت هر طور که شما بخواهید و کار خود را در انتشارات پدری رها کرد تا تمام وقت به نقاشی بپردازد. می گفت این موضوع اقبال است. در واقع این طور فکر می کرد. بختی است که ادامه دارد. تا آنجا که حافظش یاری می کرد، این بخت را دیده بود که کار خود را می کند با محبت فراوان. قدردان پدر و مادر خود بود، اولا برای اینکه او را آزاد گذاشته بودند و این آزادی به او امکان خیال بافی داده بود، و ثانیاً از آن رو که از یکدیگر جدا شده بودند به دلیل خیانت. دست کم خیانت بهانه‌ای بود که پدرش می آورد و از یاد می برد که واضح و روشن بگوید خیانتی بسیار خاص بوده است. پدرش نمی توانست کارهای خیر همسرش را تحمل کند. همسر او قدیسه‌ای بیدین بود و این را مسخره نمی دانست و زندگی خود را وقف مردم رنج کشیده کرده بود. اما شوهر آرزو داشت فقط خود او صاحب فضایل زنش باشد. این اوتلو می گفت خسته شدم از اینکه فقرا سرم را شیره بمالند. این سوء تفاهم به نفع ژوناس تمام شد. پدر و مادرش خوانده بودند یا از جایی خبردار شده بودند که میتوان قاتلان شرور بسیار زیادی را نام برد که در دامن پدر و مادری طلاق گرفته پرورش یافته بودند و در تربیت او در ناز و نعمت گوی سبقت را از یکدیگر ربوده بودند تا این دگرگونی تدریجی و شوم را در نطفه خفه کنند. هرچه تأثیرات شوکی که روح بچه تحمل میکرد در نظر آنها پنهانتر بود، نگرانی و اضطراب آنها نیز بیشتر میشد. آسیب‌هایی که به چشم نمی آمدند حتما عمیق‌تر بودند و اگر ژوناس می گفت از شرایط خود یا روز خود خرسند بوده است، نگرانی معمول پدر و مادرش سر به جنون می‌زد. توجه آنها مضاعف میشد و بچه دیگر هیچ آرزویی نداشت. تصور می‌کردند بدبخت است و همین بدبختی سرانجام برای ژوناس برادری وفادار به ارمغان آورد. از دوستش زتو برای او برادری وفادار ساخت
پدر مادر زتو اغلب رفیق ریزنقش پسرشان را دعوت می‌کردند، چون دلشان به حال نزار او می‌سوخت. حرفهای دلسوزانهشان به پسرشان که پسری ورزشکار و قوی بود آرزویی را القا می‌کرد. آرزو می‌کرد بچه‌ای را که از همان زمان موفقیت‌های آسوده‌اش را می‌ستود تحت حمایت خود بگیرد. ستایش و تکبر ترکیبی فوق‌العاده به وجود آوردند. برای رفاقتی که ژوناس آن را چون چیزهای دیگر با سادگی امیدبخشی میپذیرفت. وقتی ژوناس بدون هیچ تلاش خاصی درسش را تمام کرد، بخت ورود به انتشارات پدرش را داشت تا شغلی در آن داشته باشد و به طرقی غیر مستقیم به شغل نقاشی هم بپردازد. پدرش اولین ناشر فرانسه بود. پدر ژوناس بر این عقیده بود که کتاب بیشتر از همیشه و درست به دلیل بحران فرهنگی آینده را در دست دارد. می گفت تاریخ نشان می دهد که مردم هرچه کمتر می خوانند بیشتر کتاب می خرند. در نتیجه فقط بسیار به ندرت دست‌نویس هایی را می خواند که به او می سپردند و تصمیمش به انتشار آنها فقط منوط به دو چیز بود: شخصیت نویسنده یا امروزی بودن موضوع. از این منظر تنها موضوعی که همیشه امروزی محسوب میشد عشق‌بازی بود و سرانجام ناشر به این موضوع شهره شده بود و فقط به معرفی‌های عجیب و غریب و تبلیغات مجانی سر خود را گرم می‌کرد. ژوناس از اعضای بخش بررسی کتاب بود و البته اوقات فراغت بسیار زیادی داشت و میبایست برای پر کردنشان کاری میکرد و اینگونه بود که با نقاشی آشنا شد. اولین بار بود که در وجود خود شور هیجانی غریب را کشف کرد و البته خستگی ناپذیر و خیلی زود روزهای خود را به نقاشی اختصاص داد و همچنان بدون تلاشی در این کار خوش درخشید. گویی هیچ چیز دیگری او را به خود جذب نمی‌کرد و زیاد محتمل نبود که بتواند در سن مناسب ازدواج کند. نقاشی همه چیزش را می‌بلعید. به آدم‌ها و موقعیت‌های عادی زندگی فقط لبخندی دلپذیر می‌زد و همین لبخند او را از مشغول شدن به آنها معاف می‌داشت. تصادف موتورسیکلت لازم بود. زتو موتور را بسیار پرشور و حال می‌راند. دوستش ترک موتور نشسته بود تا ژوناس بتواند با دست راست بی حرکت در باندپیچی و حوصله‌ای سر رفته به عشق توجهی بکند. در این مورد نیز دوست داشت در تصادف جدیش تأثیر طالع بلندش را ببیند. بدون این طالع نمیتوانست سر صبر و چنان که شایسته است لوئیس پولن را نگاه کند. البته زتو معتقد بود که لوئیس ارزش و شایستگی نگاه کردن ندارد. خودش خپل و قد کوتاه بود، اما فقط از زنهای قد بلند خوشش می آمد. می گفت نمیدانم توی این مورچه چه دیده ای؟ لوئیس قد کوتاه بود، پوستش سیاه بود، مومشکی و چشمشکی، اما خوش هیکل بود و صورتش زیبا. ژوناس قد بلند و قوی، به این مورچه دل بسته بود. خلاصه اینکه لوئیس آدمی کوشا بود، پیشش کوشش بود. چنین پیشه‌ای خوشبختانه با تمایل ژوناس به یک جانشینی و فواید عزلت بسیار هماهنگ بود. لوئیس در آغاز به ادبیات دل سپرد، از آن رو که گمان می‌کرد دست کم نشر برای ژوناس جذاب است. همه چیز را می‌خواند بدون آداب و ترتیبی و در چند هفته قادر بود در باب هر چیزی حرف بزند. ژوناس او را تحسین می‌کرد و می‌دید که کاملاً از خواندن معاف شده است، چون لوئیس به قدر کفایت به او اطلاعات می‌داد و امکان این را که کشف‌های مهم معاصر را بشناسد. لوئیس می‌گفت نباید گفت فلانی شرور یا زشت است، باید گفت فلانی مدعی است که شرور یا زشت است. نکته ظریف است و مهم. همونطور که زتو به این موضوع اشاره کرد، ممکن است دست کم منجر به نکوهش نوع بشر شود و لوئیس موضوع را روشن کرد. نشان داد که نشریات زرد و مجلات فلسفی هر دو مدافع این حقیقت بودند. پس حقیقتی جهان شمول بود و جای بحث و جدل نیز نبود. ژوناس گفت
هر طور شما بخواهید. این کشف بیرحمانه را خیلی زود از یاد برد تا بخت بلندش بیندیشد. لوئیس همین که فهمید ژوناس جز به نقاشی به چیز دیگری علاقه‌مند نیست، از ادبیات دست کشید. خیلی زود خود را وقف هنرهای تجسمی کرد. از این موزه به آن گالری ژوناس را با خود می‌برد. ژوناس سر در نمی‌آورد. هم اسرانش چه چیزهایی می‌کشند و از سادگی هنرمندانش دل آزرده می‌شد. البته لذت می‌برد از اینکه به این خوبی خبردار می‌شود از تمام چیزهایی که به هنرش مربوط می‌شود. راستش فردای آن روز حتی نام نقاشی را که آثارش را دیده بود از یاد برده بود. اما حق با لوئیس بود. وقتی رک و پوزکنده یکی از چیزهای متقنی را به او یادآوری می‌کرد که از دوران ادبیات برایش به جا مانده بود، به او گفت در حقیقت هرگز هیچ چیز را از یاد نمیبری. بی تردید طالع ژوناس محافظش بود. بدون هیچ عذاب وجدانی یقینهای حافظه و آسودگیهای فراموشی را با یکدیگر جمع میکرد. اما گنجینه‌های محبتی که لوئیس به پای او میریخت چون آتشی زیبا در زندگی هر روز ژوناس میدرخشیدند. این فرشته خوب او را از خرید کفش و لباس زیر معاف میکرد. کارهایی که برای فرد عادی روزهای عمر را کوتاه میکرد، عمری که خود بسیار کوتاه بود. لوئیس مسئولیت تام هزاران نوآوری ماشین کشتار زمان را بر عهده گرفته بود. از فرم‌های سیاه بیمه‌ها گرفته تا کاغذبازی‌های اظهارنامه‌های مالیاتی که مدام نو می‌شدند. زتو می‌گفت بله قبول، اما نمی‌تواند به جای تو برود دندان پزشکی. لوئیس نمی‌رفت، اما تلفن می‌زد و وقت می‌گرفت. بهترین ساعت را انتخاب می‌کرد. کارهای تعویض روغن رنو 4شان را او انجام می‌داد. او برای تعطیلات هتل می‌گرفت. برای خانه زغال می‌خرید. خودش کادوهایی را می‌خرید که ژوناس دوست داشت هدیه بدهد. گلها را او انتخاب می‌کرد و می‌فرستاد و بعضی شبها باز هم وقتی پیدا می‌کرد تا به خانه ژوناس سری بزند. در غیاب او تا تخت را آماده کند که وقتی آن شب برمیگردد نیاز نداشته باشد پیش از خواب تخت را مرتب کند. با همین شور و حال وارد این تخت شد. بعد قرار شهرداری و ازدواجشان را گذاشت. 2 سال پیش از آن که استعداد ژوناس را کشف کنند، ژوناس را با خود به شهرداری برد و برنامه‌های ماه عسلشان را طوری ریخت که هیچ موزه‌ای از قلم نیفتد. و البته پیش از آن در اوج بحران مسکن آپارتمانی 3 خوابه پیدا کرده بودند و وقتی برگشتند در آن ساکن شدند. بعد تقریبا شیر به شیر 2 بچه به دنیا آورد، پسر و دختر. برنامه داشت 3 بچه داشته باشند و این برنامه اندکی بعد از آن که ژوناس انتشارات را ترک کرده بود تا به نقاشی مشغول شود عملی شده بود. اما همین که لوئیس زایمان کرد دیگر فقط به بچه‌اش و بعد به بچه‌هایش می‌رسید. همچنان سعی می‌کرد به شوهرش کمک کند، اما وقتی برایش نمی‌ماند. بی تردید افسوس می‌خورد که ژوناس را نادیده می‌گیرد، اما شخصیت مصممش او را منع می‌کرد که خود را معطل افسوس‌هایش بکند. می‌گفت چه حیف، هر کس پشت میز کار خودش. عبارتی که به مذاق ژوناس خوش می‌آمد. مثل تمام هنرمندان دوران خود دوست داشت صنعتگر باشد. به این صنعتگر کمی بی‌توجهی می‌شد و میبایست خودش کفش‌هایش را بخرد. با این حال جدای از این که این قضیه در سرشت اتفاقات بود، ژوناس باز دوست داشت که از این ماجرا به وجد آید. بی تردید میبایست زحمتی را برای خود هموار میکرد برای دیدن مغازه‌ها، اما این تلاش پاداش و اجری داشت. یکی از آن ساعتهای تنهایی که بهایی ارزشمند به خوشبختی زوجها میدهد. با این حال معضل جای زندگی مدتها بود که بر مشکلات دیگر خانه پیروز شده بود، چرا که زمان و مکان همسو با یکدیگر عرصه را بر آنها تنگ می‌کردند. تولد بچه‌ها، شغل جدید ژوناس، معیشتی تنگشان و شندرغاز ماهانه‌ای که نمی‌گذاشت آپارتمان بزرگتری بخرند.
لوئیس و ژوناس برای کارهای متفاوت خود عرصه‌ای تنگ داشتند. آپارتمانشان در طبقه اول ویلایی قدیمی متعلق به قرن 18 در محله قدیمی پایتخت واقع شده بود. خیلی از هنرمندان در این منطقه ساکن بودند. به اصلی در هنر وفادار بودند. جستجوی امر بدی باید در قالبی کهن صورت بگیرد. ژوناس نیز که بر این عقیده بود بسیار از زندگی در این محله لذت می‌برد. کهنه، بله، آپارتمانش کهنه بود، اما چند تدبیر بسیار مدرن به آن ظاهری غریب داده بود. این ظاهر بیشتر از هر چیز وابسته به حجم بسیار زیاد هوایی بود که به میهمانانش میبخشید. علی‌رغم اینکه مساحت زیادی نداشت، سقف اتاقها بسیار بلند بود. اتاقها مزین بودند به پنجره‌های عظیم. اگر مساحت بسیار زیاد اتاقها را ملاک قضاوت قرار دهیم، قطعاً برای پذیرایی و ضیافت‌ها در نظر گرفته شده بودند. اما ضرورت‌های تراکم شهری و تلمبار شدن هزینه‌های معاملات ملکی مالکان پی در پی خانه را مجبور کرده بود که این اتاق‌های بسیار بزرگ را با تیغه‌هایی از یکدیگر جدا کنند و آنها را با این تیغه‌ها به آلونک‌هایی تبدیل کنند و به قیمتی گزاف به خیلی مستاجران اجاره بدهند. این تیغه کشی از ارزش آنچه آن را اهمیت حج و هوا مینامیدند نمیکاست. این مزیت قابل انکار نبود و این موضوع را فقط باید به تنگنایی منتسب دانست که مالکان در آن گیر افتاده بودند. آنها نمیتوانستند در ارتفاع هم تیغه بکشند، وگرنه شکی به دل راه نمیدادند تا رنج لازم را به جان بخرند و چند سرپناه بیشتر به نسلی بدهند که در حال رشد بود و علل خصوص در آن دوران مشتاق ازدواج و ازدیاد نسل. البته حجم زیاد هوا فقط مزیت نداشت. عیبش این بود که گرم کردن اتاقها را در زمستان دشوار میکرد و متاسفانه مالکان را مجبور میکرد که هزینه گرم کردن را افزایش دهند. در تابستان به خاطر وسعت سطوح شیشه‌ای آپارتمان به معنای واقعی کلمه در تسخیر نور بود. کرکره چوبی در کار نبود. مالکان از خیر نصب آن گذشته بودند. بی تردید به دلیل ارتفاع پنجره‌ها و هزینه‌های نجاری وانگهی پرده‌های ضخیم می توانست همان کار کرکره‌های چوبی را بکند و مشکلی برای قیمتش نبود، چون به عهده مستاجرها بود. و البته مالکان از کمک به مستاجران اجتناب نمی‌کردند و به مستاجران پرده‌هایی می‌دادند با قیمت‌های غیر قابل رقابت. پرده‌ها را از مغازه‌های خود می‌آوردند. نوع دوستی مالکان در واقع شغل دومشان بود. در زندگی عادی خود این شاهزاده‌های تازه چیت و مخول می‌فروختند. ژوناس از مزیت‌های آپارتمان به وجد آمده بود و با دل خوش معایبش را پذیرفته بود. بابت هزینه‌های گرم کردن خانه به مالک گفت هر طور شما بخواهید، اما درباره پرده‌ها با لوئیس موافق بود. لوئیس میگفت فقط برای اتاق‌ها پرده نصب کنند و باقی پنجره‌ها را عریان بگذارند. آن قلب مهربان میگفت چیزی برای پنهان کردن نداریم. ژوناس از همه چیز بیشتر محصور اتاق بزرگی شده بود که سقفش آنقدر بلند بود که فکر نصب روشنایی نیز محال بود. مستقیم وارد این اتاق می شدند. اتاق با راهروهای تنگ به دو اتاق دیگر که خیلی کوچکتر بودند متصل می شد. این اتاقها در راستای یکدیگر قرار گرفته بودند. آخر آپارتمان آشپزخانه‌ای کنار مستراح و دخمه‌ای که نامش را حمام گذاشته بودند. در واقع فقط به این شرط میشد چنین نامی به آن داد که دوشی در آن نصب میشد، کاملا عمودی، و به این رضایت میدادند که کاملا ثابت و بی حرکت زیر جریان دلپذیر آب بمانند. ارتفاع واقعا عجیب سقف‌ها و کوچکی اتاق‌ها از این آپارتمان ملغمه‌ای از متواضع سطوح‌های غریب می‌ساخت. تقریباً اشکالی شیشه‌ای پر از در و پنجره اساس منزل تکیه‌گاهی نداشتند و آدم‌ها گمگشته میان نوری سفید و شدید چون اسباب بازی‌هایی در آکواریومی عمودی شناور بودند. مضاف بر این تمام پنجره‌ها رو به حیاط بودند.
یعنی با فاصله اندک مشرف بر پنجره‌های دیگر، درست به سبک پنجره‌های آنها که خیلی زود پشت آنها تصویر پنجره‌های تازه به چشم می آمد که مشرف بر حیاط دوم بودند. ژوناس با خوشحالی می گفت اتاق آینه ها. به پیشنهاد زتو تصمیم گرفتند یکی از اتاقهای کوچک را اتاق خواب کنند و یکی دیگر از اتاقها نیز اتاق بچه‌ای شود که در راه بود. اتاق بزرگ روزها کارگاه ژوناس بود و شبها و وقت غذا اتاق مشترک. البته می توانستند به زحمت در آشپزخانه غذا بخورند، به شرطی که ژوناس یا لوئیز دوست داشتند ایستاده غذا بخورند. زتو نیز ابتکارهایی به خرج داد. توانست با درهای گردان، عسلیها و میزهای تاشو کمبود اساس را جبران کند و به آن آپارتمان غریب حالت جعبه‌های تو در تو و غافلگیر کننده بدهد. اما وقتی اتاقها پر از تابلو و بچه شدند، میبایست بی‌معطلی فکری میکردند برای نظم و ترتیبی تازه. پیش از تولد سومین بچه، ژوناس در اتاق بزرگ کار میکرد. لوئیز در اتاقها بافتنی میبافت و 2 کوچولوها در آن یکی اتاق بودند. در آن اتاق کیف میکردند، میچرخیدند. در آن اتاق و کل آپارتمان آتش میسوزاندند. تصمیم گرفتند نوزاد را در گوشه‌ای از کارگاه بگذارند. ژوناس بومهایش را مثل پاراوان روی یکدیگر گذاشت و اتاقی مجزا ساخت. خوبی این کار این بود که می توانست صدای بچه را بشنود و اگر صدایی کند سراغش برود. البته ژوناس هرگز مجبور نشد که خودش را به زحمت بیندازد. لوئیس پیش دستی می کرد. منتظر نمی شد صدای فریاد بچه در بیاید تا وارد کارگاه شود. با هزاران احتیاط و دقت هم وارد می شد و همیشه روی پنجه های پا. ژوناس از این احتیاطها به وجع آمده بود. یک روز لوئیز را خاطر جمع کرد که زیاد حساس نیست و می تواند با صدای قدمهای او کنار بیاید و کار کند. لوئیز گفت که پاورچین آمدنش برای این نیز هست که بچه را بیدار نکند. ژوناس مالامال از ستایش عطوفت مادری لوئیز از ته دل به اشتباه خود خندید. برای همین جرأت نکرد اعتراف کند که ورود محتاطانش آزاردهنده تر از ورودی ناگهانی است. اولا به این خاطر که بیشتر طول می‌کشید، بعد به این دلیل که ورودهای او با حرکات و سکناتی همراه بود که نمی‌توانست نادیده‌شان بگیرد. بازوها باز، بالاتنه کمی رو به عقب و پاهایش بسیار بالا مقابلش. این رفتار او حتی با حرفهایی که زده بود جور در نمی آمد، چون هر لحظه ممکن بود لوئیز به یکی از بومهایی بخورد که کارگاه پر از آنها بود. صدا بچه را بیدار می کرد و بچه نیز نارضایتی خود را با ابزارهایی که در دست داشت و واقعا قوی بودند ابراز می کرد. پدر از قدرت ریه‌های پسرش به وجد می آمد. می دوید تا او را در آغوش بگیرد. خیلی زود همسرش او را کنار می زد. ژوناس بومها را بلند می کرد. بعد قلممو به دست مسحور به صدای سمج و عالی پسرش گوش می داد. همان موقعی بود که موفقیت ژوناس دوستان زیادی برایش به ارمغان آورده بودند. این دوستان یا پشت تلفن ظاهر می شدند یا در دیدارهای سرزده بعد از فکرهای بسیار. تلفن را در کارگاه گذاشته بودند. بیشتر اوقات زنگ می زد. همیشه خواب بچه ها را خراب می کرد. فریادهای بچه با صدای زنگهای سمج می آمیخت. اگر بر حسب اتفاق لوئیز مشغول رسیدگی به بچه های دیگر بود، سعی می کرد تا به همراه آنها خودش را با سرعت به بچه برساند. اما بیشتر اوقات ژوناس را می دید که بچه در یک دستش بود و در دست دیگرش قلمموها و گوشی تلفن. با محبت تمام او را به ناهاری دعوت کرده بودند. ژوناس به وجد می آمد که می خواهند ناهار را با او باشند. گفتگوهای سر ناهار پیش پا افتاده بودند. ترجیح می داد شبها بیرون برود تا روز کاریش خراب نشود. روزش دست نخورده باقی بماند. متاسفانه اغلب اوقات آن دوست فقط برای ناهار وقتش آزاد بود. فقط برای همان ناهار و از صمیم دل می‌خواست که آن را با ژوناس عزیز میل کند. ژوناس عزیز میپذیرفت.
هر طور شما بخواهید. گوشی را میگذاشت. عجب آدم مهربانی. و بچه را به لوئیز میداد. بعد کارش را از سر میگرفت و خیلی زود با نهار یا شام کارش نیمه کاره میماند. میبایست بومها را کنار میزد، میز مخصوص را باز میکرد و با بچه ها پشت میز مینشست. وقت شام یا نهار یک چشم ژوناس به تابلو نیمه کارهش بود و گاه دست کم اوایل فکر میکرد بچه هایش در جویدن و بلعیدن کمی کندند و وعده ها را بسیار طول میدهند. اما از وقتی در روزنامه‌اش خواند که باید برای هضم بهتر آرام غذا خورد، در هر وعده دلایلی پیدا میکرد تا طولانی تر لذت ببرد. گاهی دوستان جدیدش به دیدارش می آمدند. زتو فقط بعد از شام می آمد. روزها در دفتر کارش بود. علاوه بر این می دانست که نقاشها در نور روز کار می کنند. اما دوستان جدید ژوناس همه یا از هنرمندان بودند یا از منتقدان. بعضی ها نقاشی کشیده بودند، بعضی ها بعداً می کشیدند و بعضی دیگر سرشان گرم چیزهایی بود که شده بود یا کشیده می شدند. همه بی تردید برای کارهای هنری جایگاهی والا قائل بودند و بر دنیای مدرن خورده می گرفتند که پیگیری کار و تمرین و تعمق را برای هنرمند دشوار ساخته است. چیزهایی که برای هنرمند ضروری است تمام بعد از ظهر از این مسائل شاکی بودند و از ژوناس خواهش می کردند که کارش را ادامه دهد. انگار نه انگار که آنها آنجا هستند و با آنها راحت باشد. آنها بورژوا نبودند و می دانستند وقت هنرمند چه ارزشی دارد. ژوناس خوشحال بود از اینکه میدید دوستانش می توانند بپذیرند که در حضورشان کار کنند. برمیگشت سر تابلو، البته به سؤالهایشان جواب میداد یا به قصه هایی که برایش تعریف میکردند میخندید. رفتاری چنین طبیعی خیال دوستانش را بیش از پیش آسوده میکرد. حال خوششان چنان واقعی بود که ساعت غذا را از یاد میبردند. خاطرات بهتری در ذهن بچه ها ثبت شده بود. میدویدند، قاطی جمع میشدند، داد میکشیدند. میهمان ها از آنها مراقبت میکردند. از روی زانویی به زانوی دیگر میپریدند. بالاخره نور در مربع آسمان، مربعی که حیات ترسیم کرده بود، به افول میرفت. ژوناس قلمموهایش را کنار میگذاشت. تنها همین میماند که دوستان را به ماحضری دعوت کند و باز حرف بزند. تا دیر وقت شب بی تردید در باب هنر و علل خصوص در باب نقاشانی بی استعداد، دزد یا بازاری که در جمع آنها پیدا نمی شدند. ژوناس دوست داشت صبح زود بیدار شود تا از اولین ساعتهای روشنی استفاده کند. می دانست که کار سختی است. صبحانه سر وقت حاضر نمی شد و خودش خسته بود، اما از این نیز لذت می برد که در یک شب این همه چیز آموخته بود که قطعاً در هنرش به کار می آمد. هرچند نامشهود. می گفت در هنر چیزی گم نمی شود، درست مثل طبیعت، تأثیر اختر من است. گاهی شاگردان نیز به دوستان می پیوستند. حالا ژوناس پیروانی داشت. اول تعجب کرده بود، نمی فهمید. می توانستند از او چه چیز یاد بگیرند؟ از او که چیزهایی داشت برای کشف. هنرمند در وجود خود در ظلمت راه می پیماید. آخر چطور می تواند راه واقعی را نشان دیگران بدهد؟ اما خیلی زود فهمید که شاگرد لزوماً در پی آموختن نیست. درست برعکس. بیشتر اوقات هدف از شاگردی لذت آموختن چیزی به استاد است. لذتی بی‌غرض. و از آن پس توانست با تواضع تمام این افتخار مضاعف را بپذیرد. شاگردان ژوناس مفصل برایش توضیح می‌دادند چه کشیده است و چرا کشیده است. این گونه ژوناس در آثار خود اغراض زیادی را کشف کرد. از این بابت کمی تعجب کرد و بسیاری از چیزها را کشف کرد که او در آثار نگذاشته بود. خود را فقیر می‌دید و به لطف شاگردانش ناگهان خود را غنی دید. گاه مقابل این همه غنا که تا آن روز برایش ناشناخته بود، ذره غرور به ژوناس دست می‌داد. با خود می‌گفت خب درست است. آن صورت در پس زمینه فقط همان به چشم می‌آید.
نمیدانم منظورشان از ارجغب دادن غیر مستقیم به انسان چیست، اما با آن به جاهایی رسیدم. اما خیلی زود با طالعش خودش را از شر این مهارت مزاحم خلاص کرد. می گفت طالعم به جایی می رسد، من پیش لوئیز و بچه ها می مانم. البته شاگردان فایده دیگری نیز داشتند. ژوناس را مجبور می کردند که بیشتر به خود سخت بگیرد. شاگردان در حرفهایشان او را چنان بالا می بردند، خصوصاً آگاهی و توان کار او را، که پس از آن هیچ ضعفی روا نبود. این گونه بود که عادت قدیمی خود را کنار گذاشت. عادت داشت وقتی قسمتی مشکل از تابلو را تمام می کند، پیش از شروع دوباره تکه قند یا شکلات بجود. هرچند در تنهایی، در خفا تن به این ضعف میداد، اما حضور تقریبا دائم شاگردان و دوستانش در این پیشرفت اخلاقی او را یاری کردند. مقابل آنها کمی معذب میشد که شکلات سق بزند و صد البته نمیتوانست برای این هوس کوچک گفتگویی جذاب را قطع کند. مضاف بر این، شاگردانش او را ملزم میکردند تا به زیباشناسی خود پایبند بماند. ژوناس که مدتها رنج کشیده بود تا جسته و گریخته به بارقه‌ای فرار دست یابد و در نوری بکر لحظه‌ای در چشمانش واقعیت ظاهر شود، تصوری مبهم از زیباشناسی خود داشت. شاگردانش برعکس تصورها داشتند، متناقض و روشن. در این مورد شوخی نمی کردند. ژوناس دوست داشت گاه دست به دامن هوس شود. این یار متواضع هنرمند، اما در هم رفتن ابروان شاگردانش مقابل بعضی از تابلوها که از تصوراتش فاصله گرفته بودند، او را مجبور می کرد که کمی بیشتر به هنرش بیندیشد و این موضوع سراسر منفعت بود. دست آخر شاگردان ژوناس را به شیوهی دیگر کمک می کردند. او را مجبور می کردند تا نظرش را در مورد کارهایشان بگوید. در واقع روز شب نمی شد اگر برای او تابلوی نمی آوردند که هنوز شروع نیز نشده بود و نقاش آن را بین ژوناس و تابلوی نیمه کاره می گذاشت تا در بهترین نور باشد. می بایست نظری می داد. تا آن دوران همیشه شرمی پنهان داشت از عجز بسیار خود برای قضاوت اثر هنری. به استثنای چند تابلو که زیر و برش کرده بودند، به جز چند خطی بی تردید ناشیانه، همه چیز در نظرش در آن واحد جذاب و بالسویه بود. پس مجبور شد برای خود زرادخانه‌ای از قضاوت‌ها بسازد، خصوصاً اینکه شاگردانش متنوع بودند، مثل هر هنرمند دیگری در پایتخت و در مجموع استعدادی داشتند و وقتی پیش او بودند میبایست نکات ظریف بسیار زیادی فراهم می‌آورد تا همه‌شان را راضی نگه می‌داشت. و این ضرورت خوشایند او را واداشت تا واژگان و باورهایی در مورد هنرش به دست بیاورد. سخاوت ذاتی او با این کار تند و تیز نشد. خیلی زود پی برد که شاگردانش از او نقد نمیخواهند، کاری که به دردشان نمیخورد، و فقط تشویق میخواهند و اگر ممکن باشد تمجید. فقط لازم بود که تمجیدها متفاوت باشد. ژوناس به این رضایت نداد که چون همیشه دوست داشتنی باشد، به طرزی خاص و شگفت آور دوست داشتنی بود. و این گونه زمان ژوناس می‌گذشت. میان دوستان و شاگردانش نقاشی می‌کشید. آنها روی صندلی‌هایی می‌نشستند که حالا چون دوایری متحدالمرکز حول محور سه‌پایه چیده شده بودند. اغلب همسایه‌های روبرو نیز پشت پنجره می‌آمدند و به تماشاچیان او اضافه می‌شدند. بحث می‌کرد، نظر می‌داد، بوم‌هایی را که به او می‌دادند وارسی می‌کرد. به آمده شد لوئیز لبخند می‌زد، بچه‌ها را آرام می‌کرد و با مهر و محبت به تلفن‌ها جواب می‌داد، بدون آنکه قلمموهایش را رها کند. گهگداری با قلمموهایش چیزی کوچک اضافه می‌کرد به تابلویی که شروع کرده بود. از جهتی زندگی او پر شده بود. از تمام ساعتهایش استفاده می‌کرد و از سرنوشتش خرسند بود که او را از ملال برکنار داشته است. از جهتی دیگر کارهای زیادی لازم بود تا تابلویی تمام شود و گاهی فکر می‌کرد
که ملال خوبی هایی دارد، چرا که میتوان با کار زیاد آن را کنار زد. برعکس، هرچه دوستان او جذابتر میشدند تابلوهایش کمتر میشدند. حتی در آن ساعتهای انگشت شماری که کاملا تنها بود خود را خسته تر از آن حس میکرد که به کارش سرعت بخشد و در همین ساعتها نمیتوانست به چیزی جز تدبیری تازه بیندیشد تا با آن لذات دوستی و مزیت‌های ملال را با یکدیگر آشتی دهد. این موضوع را به لوئیس گفت. او نیز از نگرانی‌های خود از بزرگ شدن دو فرزند بزرگترش گفت و از تنگی اتاقشان. پیشنهاد داد بچه‌ها به اتاق بزرگ بیایند و تختشان را با پاروانی پنهان کنند و نوزاد را به اتاق کوچک ببرند. آنجا با زنگ‌های تلفن بیدار نخواهد شد، چون نوزاد جای خاصی نمی‌گرفت. ژوناس می‌توانست اتاق کوچک را کارگاه خود کند. اتاق بزرگ میشد پذیرایی مهمانها. ژوناس می‌توانست برود و بیاید، دوستانش را ببیند یا کار کند و مطمئن باشد که او را درک خواهند کرد که به تنهایی نیاز دارد. وانگهی ضرورت خواباندن بچه‌های بزرگتر دیدارهای عصر و شب را کوتاه‌تر خواهد کرد. ژوناس در فکر رفت و گفت عالی، و لوئیس گفت تازه اگر دوستانت زود بروند بیشتر یکدیگر را می‌بینیم. ژوناس نگاهش کرد. سایه‌ای از غم بر صورت لوئیس گذشت. ژوناس متأثر شد. او را در آغوش گرفت و با تمام مهر خویش بوسیدش. لوئیس خود را در آغوشش رها کرده بود و لحظه‌ای چون اوایل ازدواجشان خوشحال بودند، اما تکانی به خود داد. شاید اتاق برای ژوناس خیلی کوچک باشد. لوئیس متری تاشو برداشت و فهمیدند که به دلیل مزاحمتی که بوم‌های او و شاگردانش که از بوم‌های خودش بسیار بیشتر بودند ایجاد کرده بودند، معمولاً در فضای کار میکرد که با فضای جدیدی که از این پس به او داده میشد فرق معناداری نداشت. ژوناس بی‌معطلی مشغول جابجایی شد. خوشبختانه هرچه کمتر کار میکرد شهرتش بیشتر میشد. از مدتها پیش منتظر نمایشگاه‌های او بودند. پیشاپیش از او تمجید میکردند. البته تعداد اندکی از منتقدان بودند که در میان آنها 2 نفر از بازدید کنندگان همیشگی کارگاهش نیز حضور داشتند. با چند ایراد بیهوده از گرمای گزارشیشان میکاستند، اما عصبانیت شاگردان این بدبیاری کوچک و چیزهای دیگر را جبران میکرد. پر واضح است که شاگردان بر کارهای آخر با شور و هیجان صحه میگذاشتند، اما کارهای دوران اول را بر همه مقدم میدانستند. اما این آزمون و خطاها زمینه ساز انقلابی حقیقی بودند. ژوناس بر خود نهیب میزد تا هر بار که کارهای اولش تعریف میکردند ذره‌ای عصبانی نشود و از آنها تشکری گرم کند. فقط زتو غر میزد که آدمهای عجیبی هستند، تو را دوست دارند اما مثل مجسمه بی حرکت نمیگذارند زندگی کنی. اما ژوناس از شاگردانش دفاع میکرد. به زتو میگفت نمیتوانی درک کنی، تو هر کاری من بکنم دوست داری. ژتو میخندی. البته من تابلوهای تو را دوست ندارم، نقاشی کردن تو را دوست دارم. در هر صورت همچنان تابلوها را دوست داشتند. بعد از استقبال گرم از نمایشگاه خود تاجر پیشنهاد داد حقوق ماهانه را افزایش دهد. ژوناس پذیرفت و بسیار تشکر کرد. تاجر گفت اگر حرفهایتان را بشنوند فکر می‌کنند که شما خیلی به پول اهمیت می‌دهید. این همه لطف و خوشرفتاری قلب نقاش را از آن خود کرده بود. با این حال وقتی از تاجر خواست که اجازه دهد تا تابلوی را برای مصارف خیریه به فروش بگذارد، تاجر اظهار نگرانی کرد. می‌خواست بداند از آن خیریه هاست که پول می‌دهند یا پولی در کار نیست. ژوناس نمی‌دانست. پس تاجر پیشنهاد کرد که به مفاد قرارداد وفادار بماند. در قرارداد آمده بود که فروش انحصاری آثار متعلق به تاجر است. گفت قرارداد است. در قرارداد آنها حرفی از خیریه زده نشده بود. نقاش گفت هر طور شما بخواهید. نظم و ترتیب جدید
باعث خوشحالی ژوناس شده بود. خوشحال و راضی بود. در واقع می توانست بیشتر وقتها تنها بماند تا به نامه‌های پرشماری پاسخ دهد که حالا به دستش می رسید و نزاکت او نمی گذاشت بدون پاسخ رهایشان کند. بعضی ها به هنر ژوناس مربوط می شدند، بعضی دیگر که تعدادشان بسیار زیادتر بود به شخص نگارنده، یا میخواست در کار نقاشی مشوقی داشته باشد یا تقاضای مشورتی یا کمکی مالی داشت. همین که نام ژوناس در جراید منتشر شد، مثل دیگران پاپی او شدند تا وارد عمل شود و ظلم‌های بسیار تأثیر برانگیز را محکوم کنند. ژوناس جواب میداد، در مورد هنر مینوشت، تشکر میکرد، مشورت میداد، خود را از کراوات محروم میکرد تا کمکی اندک بفرستد و دست آخر اعتراضهای به حقی را امضا میکرد که به دستش میرساندند. زتو میگفت حالا کار سیاسی میکنی؟ این کار را بگذار برای نویسنده ها و دخترهای زشت. نه، فقط اعتراضاتی را امضا میکرد که میگفتند با هیچ حزبی هیچ خط ربطی ندارد. اما همه از این استقبال زیبا دم میزدند. هفته ها ژوناس جیب‌های باد کرده از نامش را این سو و آن سو می‌کشید و آنها نمی‌رسید و باز نامه‌های تازه از راه می‌رسیدند. به واجب‌ترها پاسخ می‌داد، آنها را که معمولاً از غریبه‌ها رسیده بودند و آنها را که جوابی سر صبر می‌طلبیدند. آنها را به وقت بهتری موکول می‌کرد. یعنی نامه‌های دوستان را. در هر صورت این همه وظیفه نه دل خوشی برای او باقی می‌گذاشت و نه فراغتی. حس می‌کرد همیشه عقب است و همیشه مقصر، حتی وقتی کار می‌کرد. البته گهگداری فرصت کار پیش می‌آمد. لوئیس بیش از پیش به بچه‌ها می‌رسید، خودش را خسته می‌کرد، کارهایی را که در خانه انجام می‌داد که اگر وضع طور دیگری بود ژوناس می‌توانست آنها را به عهده بگیرد. ژوناس از این بابت ناراحت بود. در هر حال او برای خوشامد خود کار میکرد و کارهای مزخرف به لوئیس رسیده بود. وقتی لوئیس به خرید میرفت ژوناس خیلی خوب ملتفت این موضوع میشد. فرزند بزرگ داد میزد تلفن و ژوناس تابلو را رها میکرد و با دل خوش و دعوتی تازه برمیگشت سراغ تابلو. کارمندی جلوی در که بچه‌ای برایش باز کرده بود داد میکشید برای گاز آمدم. بله. وقتی ژوناس از تلفن یا در فارغ میشد، دوستی، شاگردی، گاهی هر دو تا اتاق کوچک دنبالش می آمدند تا گفتگوی نیمه تمام را تمام کنند. کم کم همه با راهرو آشنا شده بودند. آنجا می ماندند، با یکدیگر حرف می زدند. از دور ژوناس را شاهد می گرفتند یا اینکه سرکی به اتاق می کشیدند و آنهایی که به اتاق می آمدند می گفتند آخیش اینجا می توانیم کمی شما را با خیال راحت ببینیم. ژوناس مهربان می شد، می گفت درست است، بله، دیگر نمی توانیم یکدیگر را ببینیم. و این حس را نیز داشت که کسانی را که نمی دید ناامید می کند و ناراحت می شد. اغلب دوستانی بودند که ترجیح می داد آنها را ببیند، اما وقت نداشت، نمی توانست همه را بپذیرد. شهرتش مخدوش شد. می گفتند از وقتی اسم و رسمی پیدا کرده است خودش را می گیرد، دیگر کسی را نمی بیند. یا اینکه کسی را دوست ندارد، فقط خودش را دوست دارد. نه، نقاشی خود را دوست داشت و لوئیس و بچه‌هایش را، زتو را و چند نفر دیگر را، و با همه مهربان بود. اما عمر کوتاه بود، زمان سریع و توان او نیز حدی داشت. بار بود نقاشی کشیدن از عالم و آدم و در همان آن زیستن با آنها. از طرف دیگر نمی توانست از این موانع شکایتی کند و نه توضیحی بدهد، چون بر شانه‌اش می کوبیدند. خوشحال باش، سخت نگیر، بهای شهرت است. نامه‌ها تلمبار می شدند. شاگردان تعلل را بر نمی تافتند و آدم‌های پولدار حالا بر سر او می ریختند. البته ژوناس آنها را می ستود که به نقاشی علاقه نشان می دادند. وقتی می توانستند مثل بسیاری دیگر به خاندان سلطنتی انگلستان سرشان گرم باشد یا به رستوران‌ها و غذاهای پررنگ و لعابشان،
در حقیقت بیشترشان زنان محفل نشین بودند، اما رفتارشان بسیار ساده لوحانه بود. خودشان تابلویی نمی خریدند و فقط دوستانشان را به منزل هنرمند می آوردند به این امید که آنها برایشان چیزی بخرند، که اغلب امیدشان ناامید می شد. در عوض به لوئیس کمک می کردند، خصوصا در آماده کردن چای برای بازدید کنندگان. فنجانها دست به دست می شدند، راهرو را در می نوردیدند، از آشپزخانه به اتاق بزرگ، سپس باز می گشتند تا در کارگاه کوچک قرار بگیرند. آنجا که ژوناس در میان عده‌ای اندک از دوستان و بازدید کنندگان که برای پر کردن اتاق کفایت می کردند، نقاشی را ادامه می داد، تا آن زمان که می بایست قلموهایش را کنار بگذارد و با قدردانی فنجانی را بگیرد که آدمی جذاب مخصوص او آن را پر کرده بود. چایش را می نوشید. به تابلوی نیمه کاره نگاه می کرد که شاگردی آن را روی سپایه‌اش گذاشته بود. با دوستانش می خندید، حرفش را قطع می کرد تا از یکی بپرسد که لطف می کند نامه‌هایی را پست کند که دیشب نوشته است. دومین بچه‌اش را که روی زانویش افتاده بود بلند می کرد. برای عکاس ژست می گرفت و بعد ژوناس تلفن. فنجانش را بالا می گرفت، با عذرخواهی از میان جمعیت توی راهرو راه باز می کرد. برمیگشت، گوشه ای از تابلو را می کشید، می ایستاد تا به آن شخص جذاب پاسخی دهد که بی تردید بعداً پورتره‌اش را می کشید و برمیگشت سمت سپایه. کار می کرد. اما ژوناس یک امضا بزن. چیست؟ پست چی؟ نه، زندانی های کشمیر. خب می دوید سمت در تا پذیرای مرد جوان و بیانیه شود. نگران بود، میخواست بداند موضوع سیاسی است یا نه. بعد از اینکه توضیح مبسوطی میگرفت و خیالش راحت میشد، امضا میکرد. در همان حال لعنت میفرستاد به وظایفی که مزایای هنرمند بودن برایش به وجود آورده بودند و باز میرفت پیش آنها تا خود را به او معرفی کنند. اسمشان را یاد نمیگرفت. بوکسوری که تازه قهرمان شده بود، یا بزرگترین دراماتورژ کشوری خارجی. دراماتورژ 5 دقیقه روبرویش ایستاده بود. با نگاه پرشوقش چیزی را توضیح میداد که دانش اندکش از فرانسه به او اجازه نمیداد تا روشن‌تر بیان کند. و ژوناس با محبتی صادقانه سرش را تکان میداد. خوشبختانه گره کور این موقعیت بی سرانجام با دخالت تازه ترین واعظ سحرآمیزی باز شد که میخواست به نقاش بزرگ معرفی شود. ژوناس خوشحال شد، گفت خود اوست و پاکت نامه‌های تو جیبش را لمس میکرد. قلموهایش را بر میداشت، خود را آماده میکرد تا باز برود سراغ قسمتی از تابلو. اما اول میبایست تشکر میکرد بابت 2 توله سگ شکاری که همین حالا برایش آورده بودند. میبایست میرفت و آنها را در اتاق خواب جا میداد. برمیگشت تا دعوت اهدا کننده را برای نهار بپذیرد. باز با فریادهای لوئیس بیرون میرفت تا بفهمد که سگ‌های شکاری برای زندگی در آپارتمان تربیت نمیشوند و آنها را میبرد توی حمام. آنجا آنقدر لجوجانه و پشت سر هم پارس میکردند که دست آخر همه به صدایشان عادت میکردند و دیگر صدایشان به گوششان نمیآمد. گاه از بالای سرها ژوناس متوجه نگاه لوئیس میشد و به نظرش نگاهی غمگین بود. بالاخره غروب فرا می رسید. بازدید کنندگان مرخص می شدند. بقیه در اتاق بزرگ این پا و آن پا می کردند و با مهربانی لوئیس را نگاه می کردند که بچه ها را می خواباند. خانم شیکپوش و کلاه به سری مهربانانه کمکش می کرد و متاسف بود که باید خیلی زود به ویلایشان برگردد. ویلایی که زندگی او میان 2 طبقه پخش و پلا می شد و گرما و صمیمیتش بسیار کمتر از منزل ژوناس بود. عصر شنبه زتو برای لوئیس بندرختی ابداعی آورده بود که می توانست آن را به سقف آشپزخانه وصل کند. دید خانه شلوغ است و در اتاق کوچک ژوناس میان هنرمندان مشغول کشیدن خانومی بود که سگ‌ها را به او اهدا کرده بود.
اما هنرمندی رسمی نقاشی او را می‌کشید. نظر لوئیس این هنرمند دستور دولت را اجرا می‌کرد. می‌شود هنرمند مشغول کار. زتو خود را به گوشه‌ای از اتاق کشاند تا دوستش را تماشا کند. غرق در کار بود. کاملا مشخص بود یکی از هنرمندان که هرگز زتو را ندیده بود سرش را آورده سمت او و گفت حالش خوب است؟ زتو جوابی نداد. ادامه داد شما نقاش هستید؟ من هم، و باور کنید دارد افول می کند. به همین زودی؟ بله، موفقیت است. جلوی موفقیت مقاومت نمی کند. کارش تمام است. افول کرده یا تمام شده است. هنرمندی که افول می کند کارش تمام است. ببینید دیگر چیزی برای نقاشی کشیدن ندارد. دارند نقاشی او را می کشند و آویزانش می کنند به دیوار. بعدتر نیمه های شب در اتاق خواب لوئیس و زتو و ژوناس ایستاده بود. آن دو روی تخت نشسته بودند. ساکت بودند. بچه ها خوابیده بودند. سگ ها بیرون شهر بودند. در یک پانسیون. لوئیس چند دقیقه پیش کلی ظرف شسته بود و ژوناس و زتو آنها را خشک کرده بودند. خستگی دلچسب بود. زتو مقابل تل بشقاب ها گفته بود خدمتکار بیاورید. اما لوئیس غمگین گفته بود کجا جایش بدهیم؟ پس ساکت شده بودند. یه دفعه زتو پرسید راضی هستی؟ ژوناس لبخند زد اما خسته بود. بله، همه با من مهربانند. نه، احتیاط کن، همه خوب نیستند. کی؟ مثلا دوستان نقاشت. میدانم، اما خیلی از هنرمندان همینطورند. حتی بزرگترین هنرمندان هم مطمئن نیستند که وجود دارند یا نه. پس دنبال اثبات این موضوع هستند. قضاوت میکنند، محکوم میکنند. این آنها را قوی میکند. پیش درآمد وجود است. تنها هستند. زتو سرش را تکان داد. ژوناس گفت باور کن من آنها را میشناسم. باید آنها را دوست داشت. و تو، پس تو وجود داری. چرا هرگز بد کسی را نمیگویی؟ ژوناس زد زیر خنده. اوه، خیلی فکر بد میکنم. فقط فراموش میکنم. جدی شد. نه، مطمئن نیستم وجود دارم. اما وجود خواهم داشت. مطمئنم. زتو نظر لوئیس را پرسید. از خستگی خود بیرون آمد تا بگوید حق با ژوناس است. نظر بازدید کنندگان مهم نیست. فقط کار ژوناس مهم است و احساس کرد بچه مزاحم اوست. بزرگ میشد. باید کاناپه‌ای میخریدند. کاناپه هم که جا میگرفت. چه کاری از دستشان برمی آمد تا وقتی آپارتمانی بزرگتر پیدا کنند. ژوناس نگاهی به اتاق خواب کرد. بی تردید ایدئال نبود. تخت خیلی بزرگ بود اما اتاق تمام روز خالی بود. فکرش را به لوئیس گفت. لوئیس به فکر فرو رفت. دست کم کسی توی اتاق مزاحم ژوناس نمیشد. جرأت نمی‌کردند روی تخت آنها بخوابند. لوئیس از زتو پرسید چی فکر می‌کنی؟ زتو ژوناس را نگاه کرد. ژوناس پنجره‌های روبرو را تماشا می‌کرد. بعد سرش را به سمت آسمان بی ستاره بالا برد و رفت تا پرده ها را بکشد. وقتی برگشت به زتو لبخند زد و کنار او روی تخت نشست بدون اینکه چیزی بگوید. خستگی از لوئیس میبارید. گفت میرود زیر دوش. وقتی دو دوست تنها شدند ژوناس شانه زتو را کنار شانه‌اش حس کرد. نگاهش نکرد اما گفت نقاشی را دوست دارم. میخواهم تمام عمرم نقاشی بکشم. شب و روز. این بخت من نیست؟ زتو با مهربانی نگاهش کرد و گفت بله، بخت است. بچه ها بزرگ می شدند و ژوناس خوشحال بود که آنها را شاد و سرحال می بیند. می رفتند مدرسه و ساعت 4 برمی گشتند. ژوناس می توانست شنبه ها بعد از ظهر و 5 شنبه ها از بودنشان لذت ببرد یا در طول روز. در تعطیلات زیاد و طولانی. آنها هنوز آنقدر بزرگ نشده بودند که آرام بازی کنند اما آنقدر قوی بودند که آپارتمان را با خنده ها و دعواهایشان پر کنند. باید ساکتشان می‌کردند. تهدیدشان می‌کردند. گاهی تظاهر می‌کردند که می‌خواهند آنها را کتک بزنند.
لباسهایشان نیز بود، باید تمیز می شدند. دگمه هایی که باز دوخته می شدند. لوئیس دیگر از پس کارها بر نمی آمد، چون نمی توانستند به خدمتکار جایی دهند و نمی توانستند او را به زندگی خصوصی و کوچک خود راه بدهند. ژوناس پیشنهاد داد که از خواهر لوئیس، روز، کمک بخواهند که با دختری بزرگ بیوه مانده بود. لوئیس گفت بله، روز معذبمان نمی کند. هر وقت بخواهیم می توانیم بگوییم برود. ژوناس از این راه حل خرسند شد. این راه حل هم لوئیس را و هم وجدان خودش را آسوده می کرد. وجدانش از خستگی زنش در عذاب بود. این آسودگی بیشتر نیز می شد. چون خواهر اغلب دخترش را برای کمک می آورد. خوشقلب ترین آدمهای روی زمین بودند. از ذات صادقشان خوبی و بیغرضی فوران می کرد. برای کمک کردن در کارهای خانه خود را به آب و آتش می زدند و در وقتشان مضایقه‌ای نمی کردند. ملال و زندگی در انزوایشان کمک حالشان بود و نیز لذت آسوده‌ای که در منظر لوئیس می یافتند. در واقع طبق پیشبینی‌ها کسی معذب نمی شد و آن دو از همان روز اول واقعاً حس می کردند در منزل خود هستند. اتاق بزرگ اتاق مشترک شد و در آن واحد سالن غذاخوری. اتاق پهن کردن رختها و اتاق بچه‌ها، اتاق کوچک که نوزاد در آن می‌خوابید، انبار بوم‌ها شد و تختی تاشو در آن گذاشتند که گاهی روز وقتی بدون دخترش می‌آمد روی آن می‌خوابید. ژوناس به اتاق خواب رفته بود و در فضای کار میکرد که تخت را از پنجره جدا میکرد. فقط میبایست منتظر بماند تا بعد از اتاق بچه ها این اتاق آماده شود و بعدش مگر برای اینکه دنبال لباسی بیایند مزاحمش نمیشدند. تنها کمد خانه در این اتاق بود. بازدید کنندگان نیز با اینکه تعدادشان کمی کمتر شده بود عادت کرده بودند. برخلاف امید و انتظار لوئیس که با خیال آسوده روی تختشان بخوابند تا راحت‌تر با ژوناس گپ بزنند. بچه‌ها می آمدند تا پدرشان را ببوسند. نقاشی را نشانمان بده. ژوناس نقاشی را نشانشان میداد و با مهر میبوسیدش. آنها را که از اتاق بیرون فرستاد حس میکرد تمام قلبش را گرفتند. بی کم و کس، بی قید و شرط. اگر از آنها محروم میشد جز تنهایی و خلأ چیزی نداشت. مثل نقاشی‌هایش دوستشان داشت. از آن رو که فقط در دنیا آنها به اندازه نقاشی زنده بودند. با این حال ژوناس کمتر کار میکرد. دلیلش را نمیدانست. همچنان در کار جدی بود، اما حالا سخت دست به قلم میبرد. حتی در لحظات تنهایی. این لحظات را با تماشای آسمان میگذراند. همیشه حواس پرت و گیج بود. خیال پرداز شد. به جای آنکه نقاشی بکشد به نقاشی و حرفه‌اش فکر میکرد. باز به خود میگفت نقاشی کردن را دوست دارم. و دستی که قلمو را گرفته بود کنار تنش آویزان بود و به صدای رادیویی در دوردست گوش میداد. در همان زمان شهرتش نیز کم میشد. برایش مقالاتی پر از تردید می آوردند و مقالاتی بد. بعضی از آنها چنان شرورانه بودند که قلبش به درد می آمد. اما به خود می گفت می تواند از این حملات استفاده کند و نیرویی بگیرد برای کاری بهتر. آنها که هنوز به دیدارش می آمدند با احترام کمتری با او برخورد می کردند. مانند دوستی قدیمی که نباید در دیدار با او خود را به زحمت بیندازد. وقتی میخواست برگردد سر کارش به او میگفتند اوف خیلی وقت داری. ژوناس حس میکرد که از همین حالا دارند او را قاطی شکست خودشان میکنند. اما از جهتی این همبستگی تازه چیزی خوشایند داشت. زتو شانه بالا انداخت. خیلی احمقی. هرگز دوستت نداشتم. کمی مرا دوست دارند. کمی عشق خیلی زیاد است. چه اهمیتی دارد چطور به این عشق برسی؟
پس به حرف زدن ادامه داد، به نوشتن نامه و به نقاشی آنطور که از دستش برمی آمد. جسته و گریخته واقعا نقاشی می کشید. خصوصا یک شنبه ها است که بچه ها با لوئیز و روز می رفتند بیرون. شبش خوشحال بود که تابلوی نیمه کاره را کمی پیش برده است. در آن دوران آسمان می کشید. روزی که تاجر به او گفت متاسف است، با توجه به کاهش محسوس فروش مجبور است حقوق ماهانه را کم کند. یوناس حرفش را تایید کرد، اما لوئیز نگران شد. سپتامبر بود. فصل بازگشایی مدارس و میبایست برای بچه ها لباسی تهیه میکردند. خودش دست به کار شد با همان امید همیشگی و خیلی زود خسته شد. روز خیاط نبود، اما میتوانست دگمه ها را بدوزد و لباس ها را وصله کند. اما دختر عموی شوهرش خیاط بود. به کمک لوئیز آمد. هر از گاهی در اتاق یوناس روی صندلی می نشست و ساکت بود. راحت بود، خیلی راحت، تا آنجا که لوئیز به یوناس پیشنهاد داد که زنی کارگر را نقاشی کند. یوناس گفت فکر خوبیه. سعی کرد، 2 بوم را خراب کرد و بعد برگشت به آسمان. فردایش مدتها در آپارتمان چرخید و به جای نقاشی فکر کرد. یکی از شاگردان با حرارت بسیار آمد و مقاله‌ای طولانی را به او نشان داد که یوناس آن را نخوانده بود. از مقاله فهمید که به نقاشی او بیشتر از لیاقتش بها دادند و البته نقاشی او قهقرایی است. تاجر به او زنگ زد تا باز از نگرانی خود از کاهش فروش بگوید. یوناس باز فکر و خیال میکرد. به شاگرد گفت که حقیقتی در مقاله بود، اما او یوناس میتوانست باز به سالهای طولانی کار تکیه کند. به تاجر گفت که نگرانی او را درک میکند، اما با او هم داستان نیست. آثاری عظیم برای کشیدن دارد، آثاری واقعا تازه. همه چیز دوباره سامان میگیرد. حرف که میزد حس میکرد حقیقت را میگوید. حس میکرد طالع و بختش آنجا حاضر است، فقط به آداب و ترتیبی خوب نیاز داشت. روزهای بعد دوست داشت در راهرو کار کند. پس فردایش توی حمام زیر نور چراغ. روز بعدش در آشپزخانه. اما برای اولین بار آدم‌هایی که همه جا آنها را میدید معذبش میکردند. آنهایی که به زور آنها را به جا میآورد و خانواده‌اش که آنها را دوست می‌داشت. مدتی دست از کار کشید و فکر کرد. اگر فصلش مناسب بود نقاشی فضای باز می‌کشید. متأسفانه زمستان از راه می‌رسید. دشوار بود پیش از بهار منظره بکشد. با این حال سعی کرد و دست کشید. سرما تا قلبش نیز نفوذ می‌کرد. چند روزی با بوم‌هایش سر کرد. بیشتر اوقات کنار آنها می نشست یا اینکه جلوی پنجره می ایستاد. دیگر چیزی نمی کشید. عادت کرده بود صبحها بیرون بزند. برنامه‌ای برای خودش ریخته بود. طراحی چیزهای جزئی، یک درخت، خانه‌ای کج، نیمرخی تصادفی. آخر روز کاری نکرده بود. کوچکترین وسوسه، روزنامه‌ها، دیداری، ویترین‌ها، گرمای قهوه، حواسش را به خودشان معطوف می‌کرد. هر شب مدام بهانه‌ها و عذرهایی می‌آورد تا وجدانش آسوده شود. وجدان معذبش رهایش نمی‌کرد. باز نقاشی می‌کشید، قطعاً بهتر. بعد از این دوران به ظاهر پوچ، هنر در دل او کار خود را می‌کرد. همین و بس. طالعش دوباره ظاهر می‌شد، پاک و درخشان. از پشت آن مه‌های تاریک بیرون می آمد. منتظر بود و دیگر از کافه بیرون نمی آمد. کشف کرده بود که الکل همان شور و هیجان روزهای خلق اثری عظیم را به او می دهد. آن زمان به تابلوش با مهر و گرمایی می اندیشید که جز مقابل بچه‌هایش آن را تجربه نکرده بود. اونگاه که دوم در وجود خود آن حس هیجان انگیز را باز می یافت و در آن واحد خود را ارباب و غلام عالم می‌دید. فقط در فضای خالی از آن لذت می‌برد. با دستانی بی حرکت
نه اینکه به تابلوی دست زده باشد، اما همون جا بود که بیش از هر جای دیگر به شروری نزدیک میشد که غایت زندگی او بود و حالا ساعتهای بسیار را نشسته در آن فضاهای دود گرفته و پرهیاهو به فکر و خیال می‌گذراند. اما از مکانها و محله‌های محبوب هنرمندان می‌گریخت. وقتی آشنایی می‌دید که با او از نقاشی‌هایش حرف می‌زند، هراسی به جانش می‌افتاد. می‌خواست فرار کند، در چهرهش همین دیده می‌شد و می‌گریخت. می‌دانست چه حرف‌هایی پشت سرش می‌زنند. خودش را با رامبراند عوضی گرفته است. ناراحتی او بیشتر می‌شد. در هر صورت دیگر لبخند نمی‌زد و دوستان قدیمش نتیجه‌گیری عجیب اما اجتناب ناپذیری از این ماجرا کرده بودند. اگر دیگر لبخند نمی‌زند به این خاطر است که خیلی از خودش راضی است. این را که فهمید بیشتر از گذشته گریزپا و زودرنج شد. کافی بود در ورود به کافه‌ای حس کند کسی در آن جمع او را شناخته است و همه چیز در وجودش تیره و تار شود. ثانیه‌ای خشکش می‌زد، مملو از عجز و غمی غریب. در صورتش چیزی از آشفتگی و نیاز شدید و ناگهانی بود. به نگاه مهربان زتو فکر می‌کرد و سریع بیرون می‌آمد. یک روز کسی درست کنار گوش او وقتی بیرون می‌زد گفت پک و پوز یارو رو باش. دیگر فقط به محله‌های دور از مرکز شهر می‌رفت که کسی او را آنجا نمی‌شناخت. آنجا می‌توانست حرف بزند، لبخند بزند. حال خوشش باز می‌گشت. از او چیزی نمی‌پرسیدند. دوستانی پیدا کرد خوش‌مشرب‌تر. دوستی با یکی از آنان را بسیار دوست داشت. پیشخدمت رستوران ایستگاه راه آهن که اغلب به آنجا می‌رفت. این پیشخدمت از او پرسیده بود شغلت چیست؟ نقاشی. هنری یا ساختمانی؟ هنری. خیلی سخت است. و دیگر حرفی از این سوال به میان نیامده بود. بله دشوار بود، اما ژوناس از پس کار برمی آمد. همین که میفهمید چطور باید به کارش سامان بدهد. در میان روزها و لیوانها ملاقاتهای دیگری داشت. زنها او را یاری میکردند. میتوانست با آنها حرف بزند، پیش یا پس از عشق، و کمی خودستایی کند. حتی اگر قانع نمی شدند او را درک می کردند. گاه به نظرش می رسید که توان گذشته‌اش بازگشته است. روزی که یکی از دوستان تشویقش کرده بود، عزمش را جزم کرد، به خانه برگشت، سعی کرد دوباره در اتاق کار کند. خیاط در خانه نبود، اما پس از 1 ساعت بومش را جمع کرد، بدون اینکه به لوئیز نگاهی بکند، لبخندی زد و بیرون رفت. تمام روز نوشید و شب را در منزل دوستش سپری کرد، بدون اینکه محبتی میانشان باشد. صبح دردی زنده و سیمای پریشان این درد در کالبد لوئیز به استقبالش آمد. میخواست بداند با آن زن سر و سری داشته است. ژوناس مست بود و گفت که نه، اما پیش از او کسانی بودند و برای اولین بار با دلی آزرده در صورت لوئیز سیمای غریقی را دید که مملو از شگفتی و نهایت درد بود. ژوناس فهمید که در تمام این مدت به او فکر نکرده است و از این بابت شرمنده شد. از او معذرت خواست. تمام فردا باز روز از نو، روزی از نو. لوئیز نمیتوانست حرف بزند و روی گرداند تا اشکهایش را پنهان کند. روز بعد ژوناس خیلی زود بیرون رفت. باران می آمد. وقتی برگشت موش آب کشیده شده بود. الوارهایی به دوش داشت. 2 دوست قدیمی برای احوالپرسی آمده بودند. در اتاق بزرگ قهوه‌ای خوردند. گفتند ژوناس رویش را عوض می کند. روی چوب نقاشی می کشد. ژوناس لبخند می زد. اینطور نیست، اما چیز جدیدی را شروع می کنم. رفت سمت راهرو کوچکی که به توالت‌ها و آشپزخانه و حمام می رسید. در کنج 90 درجه‌ای که 2 راهرو به یکدیگر می رسیدند ایستاد و مدت طولانی به دیوارهای بلندی نگاه کرد که تا سقف تاریک می رسیدند. نردبانی می خواست.
رفت پایین تا از سرایدار بگیرد. وقتی برگشت چند نفر دیگر به خانه‌اش آمده بودند و باید با لطف و احساس بازدید کنندگان کلنجار می‌رفت. خوشحال بودند که باز او را می‌دیدند. میبایست به سؤالات خانوادگی آنها جواب بدهد تا به آخر راهرو برسد. در این لحظه زنش از آشپزخانه بیرون آمد. ژوناس نردبانش را کنار گذاشت. محکم او را به سینه فشرد. لوئیز نگاهش کرد. خواهش میکنم باز شروع نکن. ژوناس گفت نه نقاشی میکشم. باید نقاشی بکشم. اما این کار با خودش حرف میزد. نگاهش به جای دیگری بود. دست به کار شد. وسط ارتفاع دیوارها الواری گذاشت تا اتاقی کوچک بسازد. البته مرتفع و عمیق. حوالی غروب کارها تمام شده بود. به کمک نردبان از الوار اتاقک خود را آویزان کرد تا استحکام کارش را بسنجد. چند باری آن را کشید. بعد رفت پیش بقیه. همه خوشحال بودند که باز او را چنین مهربان می‌دیدند. شب وقتی خانه نسبتاً خالی شد، ژوناس فانوسی برداشت و صندلی و چارپایه و یک قاب همه را برد بالا. پیش چشمان مبهوت 3 زن و بچه‌ها از بالای آلونکش گفت خب کار میکنم و مزاحم کسی نمیشوم. لوئیس پرسید مطمئن است یا نه؟ گفت بله، کمی جا لازم داشتم، آزادترم. نقاشی‌های بزرگی در تاریخ بودند که با شمع نقاشی شدند و الوار محکم است. محکم بود. ژوناس گفت خیالت جمع، راه حل خیلی خوبی است و باز پایین آمد. فردایش از اول وقت رفت بالا. توی آلونکش نشست، قاب را گذاشت روی چارپایه، ایستاد مقابل دیوار و منتظر ماند. فانوس را روشن نکرد. تنها اصواتی که مستقیم میشنید از آشپزخانه یا توالت ها می آمدند. هیاهوهای دیگر گویی از دوردست می آمدند و دیدارها، زنگ در یا تلفن، آمد و شدها، گفتگوها خفه و آرام به او می رسیدند. گویی از خیابان یا آن یکی حیات می آمدند. مضاف بر این وقتی تمام آپارتمان غرق در نوری شدید بود، تاریکی آنجا آرام بخش بود. گاه دوستی می آمد و زیر آلونک می نشست. ژوناس آنجا چه می کنی؟ کار می کنم. بدون نور؟ فعلا بله. نقاشی نمی کشید اما فکر می کرد. در تاریکی و سکوتی نصف نیمه که در قیاس با آنچه تا آن روز از سر گذرانده بود، سکوت قبر و بیابان بود. به صدای قلب خود گوش می داد. صداهایی که تا آلونک می رسیدند گویی با اینکه خطاب به او بودند به او مربوط نمی شدند. مثل مردانی بود که در خانهشان در عزلت می میرند، در خواب، و صبح زنگهای تلفن پرتب و تاب و سمج در خانه خالی بر فراز تنی تا ابد خاموش. اما او زنده بود. این سکوت را در وجود خود می شنید. منتظر طالعش بود. هنوز پنهان، اما خود را برای طلوعی دوباره مهیا می کرد تا بالاخره ظاهر شود، روشن و استوار بر فراز آشفتگی این روزهای پوچ. می گفت بدرخش مرا از نورت محروم نکن. باز می درخشید. مطمئن بود، اما می بایست باز بیشتر فکر کند، چون بالاخره بخت به او رو کرده بود که تنها باشد بدون اینکه از خانواده‌اش جدا شود. باید آنچه را تا آن روز به روشنی در نیافته بود کشف میکرد، با اینکه همیشه آن را میدانست و با اینکه همیشه طوری نقاشی کرده بود که گویی از آن خبر داشت. باید بالاخره به آن رازی دست می‌یافت که فقط راز هنر نبود. آن را میدید. برای همین بود که چراغ را روشن نمی‌کرد. حالا هر روز میرفت به آلونکش. بازدید کنندگان کمتر شده بودند. سر لوئیز گرم بود و چندان دل به گفتگو نمیداد. ژوناس برای وعده‌های غذایی پایین می آمد و باز به لانه‌اش میرفت. در تاریکی بی حرکت میماند تمام روز. شبها به همسرش میپیوست که خوابش برده بود. بعد از چند روز
از لوئیس خواهش کرد نهارش را بدهد بالا. با چنان دقت و احتیاط این کارو کرد که دل ژوناس متأثر شد. برای اینکه در موقعیت‌های دیگر مزاحمش نشود، به لوئیس پیشنهاد کرد قدری مواد غذایی به او بدهد تا آنها را در آلونکش بگذارد. کم کم در طول روز پایین نیامد، اما دستی به غذاهایش نمیزد. یک شب لوئیس را صدا زد و از او چند پتو خواست. شب را اینجا میمانم. لوئیس سرش را عقب برده و نگاهش میکرد. دهانش باز بود. بعد ساکت شد. فقط ژوناس را با حالتی نگران و غم آلود نگاه میکرد. ژوناس ناگهان دید که چقدر لوئیس پیر شده است و خستگی از زندگیشان ردی عمیق بر او بر جا گذاشته است. فکر کرد که هرگز واقعاً به او کمک نکرده بود، اما پیش از آن که بتواند حرفی بزند، لوئیس لبخندی به او زد. با مهری که دل ژوناس را به درد آورد به او گفت عزیزم، هر طور تو بخواهی. شبها در آلونک میماند. تقریباً دیگر پایین نمی آمد و از همین رو خانه از بازدید کنندگانش خالی شد، چون نه در روز و نه در شب دیگر نمی توانستند ژوناس را ببینند. به بعضی ها می گفتند که رفته است بیرون شهر. به بعضی دیگر وقتی از دروغ گفتن خسته می شدند می گفتند که کارگاهی پیدا کرده است. فقط زتو وفادارانه می آمد. از نردبان بالا می رفت. سر گندهش را، سر پر از محبتش را از الوار بالاتر می برد و می گفت خوبی؟ حرف ندارم. کار می کنی؟ مثل کار کردن است؟ اما تو که بوم نداری. اما کار می کنم. دشوار بود کش دادن این گفتگوی میان نردبان و آلونک. زتو سرش را تکان میداد. پایین می آمد تا به لوئیس کمک کند. قفل یا فیوزی را تعمیر میکرد. بعد بدون اینکه از نردبان بالا برود با ژوناس خداحافظی میکرد و او در تاریکی جوابش را میداد. خداحافظ دوست قدیمی. شبی ژوناس تشکری به خداحافظی خود اضافه کرد. چرا تشکر؟ چون دوستم داری. چه خبر مهمی. زتو این را گفت و رفت. شبی دیگر ژوناس زتو را صدا زد. زتو سریع آمد. اولین بار بود که فانوس روشن شده بود. ژوناس خم شد. با چهره‌ای مضطرب سرش را از آلونک بیرون آورد. گفت یک بوم به من بده. چت شده؟ لاغر شدی. شبیه ارواح شدی. چند روز از چیزی نخوردم. مهم نیست. باید کار کنم. اول یه چیزی بخور. نه، گرسنه نیستم. زتو یک بوم آورد. وقتی در آلونکش ناپدید شد از زتو پرسید حال آنها چطور است؟ حال کی؟ لوئیس و بچه ها خوبند. اگر کنارشان باشی بهتر هم میشوند. آنها را ترک نمی کنم. حتما اینها را به آنها بگو. و ناپدید شد. زتو نگرانی خود را به لوئیس گفت. لوئیس اعتراف کرد که چند روزی است عذاب میکشد. چه کنیم؟ آه کاش میتوانستیم جای او کار کنیم. روبروی زتو بود. بیچاره بود. لوئیس گفت بدون او نمیتوانم زندگی کنم. باز سیمای دختران جوان را پیدا کرده بود. زتو تعجب کرد. فهمید که لوئیس خجالت کشیده است. فانوس تمام شب روشن ماند و تمام صبح فردایش به آنها که می آمدند زتو یا لوئیس، ژوناس فقط جواب میداد بعدن مشغول کارم. سر ظهر نفت خواست. چراغ که دود می کرد باز با نوری درخشان تا شب سوخت. زتو برای شام پیش لوئیس و بچه ها ماند. ساعت 12 شب با ژوناس خداحافظی کرد. مقابل آلونکی که هنوز روشن بود لحظه‌ای صبر کرد. بعد بدون اینکه چیزی بگوید رفت. صبح روز دوم وقتی لوئیس از خواب بیدار شد چراغ همچنان میسوخت. روزی زیبا آغاز میشد، اما ژوناس نمیفهمید. بوم را روی دیوار گذاشته بود. خسته منتظر بود. نشسته، دستها روی زانوها، به خود میگفت که حالا دیگر هرگز کار نخواهد کرد. خوشحال بود.
پچپچ بچه ها، صدای آب، تق و توق ظرفها را میشنید. لوئیس حرف میزد. شیشه های بلند با عبور کامیونی از بلوار میلرزیدند. مردم همچنان بودند، جوان و دوست داشتنی. ژوناس هیاهوی زیبای مردم را گوش میداد. از راه پله به این دوری این هیاهو مزاحم آن شور شاد در وجودش نبود. مزاحم هنرش نبود. مزاحمتی برای افکاری که نمیتوانست آنها را بیان کند. تا ابد خاموش. اما این افکار او را بر فراز همه چیز می‌بردند، در هوایی آزاد و پرنور. بچه‌ها در میان اتاق‌ها می‌دویدند. دخترک می‌خندید. لوئیس نیز حالا می‌خندید. مدت‌ها بود صدای خندش را نشنیده بود. آنها را دوست می‌داشت. چقدر آنها را دوست می‌داشت. فانوس را خاموش کرد و در بازگشت ظلمت آنجا ستاره‌اش نبود که هنوز می‌درخشید. طالعش بود. او را به جا آورد با قلبی مالامال از قدردانی و وقتی بدون صدا افتاد هنوز تماشایش میکرد. کمی بعد دکتری که خبر کرده بودند گفت چیزی نیست، از کار زیاد است، 1 هفته بعد سرپا میشود. لوئیس با صورتی پریشان میگفت خوب میشود، مطمئنی؟ خوب میشود؟ در اتاق دیگر زتو بوم را نگاه میکرد، کاملا سفید. وسط آن ژوناس فقط با حروف بسیار ریز کلمه‌ای نوشته بود. میتوانستند آن را رمزگشایی کنند، اما نمیدانستند باید آن را خلوت بخوانند یا جلوت. پایان.